ساندویچ مرغ بندری یه ساندویچ تند و تیزه که خوراک تندخوره. البته اونایی هم که تند دوست ندارن میتونن فلفلشو کمتر بزنن. بریم با هم درستش کنیم. کلی پیاز داغ خلالی میخوایم که تو روغن حسابی بعد سرخشون کنیم. بعد میریم سراغ مزه‌دار کردن سینه مرغمون. مرغ با لیمو ترش و ماست و ادویه که تو کپشن نوشتم حداقل 1 ساعت مزه‌دارش کنید. پیازاتون هم حسابی سرخ کنید که رنگش تغییر کنه. بعد بهش ادویه اضافه کنید، با ادویه حسابی سرخ کنید، بعد بهش رب سرخ شده اضافه کنید. من تو رب سرخ شده می‌خوردم آبجوش ریختم برای اینکه رقیق تر بشه. بعد هم پوره گوجه بهش اضافه می‌کنیم و اجازه میدیم که سسمون کاملا قوام بیاد. بعد سینه مرغ تم‌دار شدم رو توی تاب با مقدار کمی روغن تفتش میدیم. حالا سسی که به غلظت رسیده بهش میایم فلفل دلمه خرد شده و مرغایی که سرخ کردیم رو اضافه می‌کنیم. همه مواد رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم و می‌ذاریمش کنار. دیگه بقیه‌اش دست خودتونه. من برای این ساندویچ از نون بولکی و ترشی کلمه و سس خیارشور استفاده کردم که طرز تهیه‌اش رو براتون توی کپشن می‌نویسم. بعدش هم برای اینکه اون حس نوستالژی رو بهتون بده میتونید لای این کاغذا بپیچید مثل من و نوش جانتون بشه. امیدوارم درست بکنی و خیلی خوشت بیاد.